برای چاک پیلی، برای اینکه بدونم کدوم سمت باید بخوابه روی سمت دیگه، ببینید الان این پایین دامن منه. خب الان این سمت چپه که میخوابه سمت راست، درسته؟ یا اینکه میتونم حالا برعکس هم بگم، میتونم بگم که ببینید وقتی برعکسش کردم دامنم رو، الان سمت راستم خوابیده روی سمت چپ، درسته؟ خب میبینید یکم گیج کننده است. برای اینکه همیشه یادتون باشه کدوم سمت باید بخوابه روی سمت دیگه، به جادکمتون نگاه کنید. ببینید جادکمتون کدوم طرفه. جادکمه خانوم ها سمت راست میخوابه روی سمت چپ، درسته؟ همون رو ادامه بدین. خب من برای اینکه بهتر متوجه بشین یه نمونه رو آوردم نشون بدم. ببینید الان نگاه کنید، سمت راست میخوابه روی سمت چپ برای خانوم ها، درسته؟ این لبه رو ادامه بدین، این خوابش رو ادامه بدین بره به پشت. خب اگر اینجا من چاک پیلی میخواستم بدم، این سمت باید میخوابید روی این سمت، یعنی میشد سمت راستم. ببینید این الان ادامهشه دیگه، ادامه همون کارمه. ببینید این سمت راسته میخوابه روی چپ کارم، یعنی چاک پیلی اگر یادم رفت که کدوم سمت میخوابه، این سمت میخوابه روی این سمت یا این سمت میخوابه روی این سمت، اگر فراموش کردین میتونین از روی جادکمه خانوم ها متوجه بشین. این جادکمه خورشونه که الان سمت راست روی چپ خوابیده. همین رو ادامه میدم، میشه همین سمت راست روی چپ باید بخوابه.